آیه‌ای که تلاوت کردم، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. انشالله به برکت این جلسه، به برکت این محفل، به برکت انس با قرآن و انشالله که این قرآن باعث اتحاد ما بشه، شاهد شکست رژیم غاصب صهیونیستی باشیم. الله اکبر. مادامی که بین ما قرآن باشه، مادامی که ما با قرآن باشیم، مادامی که قرآن رو بخوانیم و به عنوان یک نسخه شفابخش و به عنوان یک راهنمای انسانساز ازش بهره ببریم، احد الناسی نمیتونه امت اسلام رو شکست بده. الله اکبر. هوشیار شبخان القرآن دشمن را